من این دونر رو 3 بار توی 1 هفته درست کردم تا به این نتیجه عالی رسیدم و کلی نکته مهم یاد گرفتم. چیزایی که حتی شخص اصلی که این رسیپی رو گذاشتم نگفته. اول بگم که من با هر دو مدل گوشت درست کردم، هم گوشت گاو و هم گوشت مخلوط. هر دو عالی بودن، ولی طعم و بافت و سبکی گوشت مخلوط خیلی خیلی بهتر بود. من از گوشت 50% استفاده کردم، یعنی نصفش گوشت گوسفندی بوده و نصفش گوشت گاو. دوم این که مواد رو با دست ورز بدید و بعد برای چند دقیقه توی غذا ساز بریزید. همه رو از اول توی غذا ساز نریزید چون بافتش خیلی چسبناک میشه و موقع برداشتن کاغذ خیلی بهش میچسبه. ماست رو اصلا حذف نکنید چون هم به لطافت و آبدار بودن گوشت کمک میکنه، هم طعمش رو بهتر میکنه. کاغذتون هر اندازه‌ای که هست مهم نیست. مهم اینه که خیلی نازک مثل لواشک پهن بشه، وگرنه بعد از پخت خیلی ضخیم میشه و اصلا دونر نمیشه. حتما سعی کنید یه سمت کاغذ رو چند سانت خالی بذارید که از اول کاغذ خالی روی گوشت بیاد و بعد رول کنید. این کار باعث میشه لایه اول گوشت به لایه دوم نچسبه و ضخیم نشه. بعد از پخت هم بهتره تکه های دونر رو توی کره تفت بدید که واقعا طعمش رو بی‌نظیر میکنه. امیدوارم درست کنید و نوش جانتون باشه.